روی صحبت من با بچه‌های مذهبیه، کسایی که خیلی مذهبیان و به حال دین دارن. این ملت به شما از همه بیشتر ظلم کرده. مگه شما مذهبیان نبودن؟ میرفتن جهاد، میرفتن روستا سازی، میرفتن مسجد سازی، از وقت خودتان، از خانواده خودتان میزدن برای دولت، میرفتن کار مجانی میکنن. شما بسیجیان نبودن؟ مگه کلی کار رایگان بسیج برای دولت انجام نداده که دولت آخر به نام خودش چقدر تو همون کارهایی که شما رایگان انجام میدادن اینا چپاول کردن، بردن و خوردن؟ کارگر رایگان، پول ملت رایگان، به بهانه پروژه ها پولایی که زدن تو گوشش. چقدر خانواده همین سردارا و نمیدونم کسایی که رأس مملکتن تو خارج دارن برای خودشان اشغال میکنن، تو ای پارتی ها، تو قمارخانه ها، تو او کثافت خانه. پولاش از کجا میاد؟ شما باید بیدار باشین. شما مذهبی ها الان توی مملکت ما مشکل اصلی شما مذهبی هایی. اگر شما با مردم همدل بشین، بدونین که آقای شما بزرگ این مملکت کسیه که باعث بانه همه ایناهای، بهانه نیست. حرف رأس مملکت حرفه. یه صحبت بکنه در مورد فلانی، از قدیم هم همین بوده، یه فتوا دادن رهبر مملکت بلا فاصله جمع شده. آقای ما احتمال میدم این رهبر اصلا بدل باشه واقعا، چون واقعا اگه خودش بود با یه فتوا میتونست مردم رو نجات بده، به خدا قسم. چون دزدی از رأس مملکت که بگیری مثل درخت ریشه داره، میاد پایین تا دیگه به انصاف خود مردم بستگی داره. طرف مغازه داره، رو جنسش اینقدر میکشه، اون یکی کمتر میکشه، اون یکی زیاد نمیکشه، اون کسی که خیلی میکشه، اون کسی که این بنگادارا، دلالا، اینا همه باید جمع بشه. با یه فتوا میتونه جمع کنه. آقا از فردا هم چه شغلی نیست بگیرنشان. کسی دلالی که کسی نمیدونه کاری که قانون بذاره. آقا قانون بذاره، مگه چی کاری داره؟ قانون بذاره. آقا سود بانکی فلان از این درصد بالاتر حرام است، جرم حساب میشه. چرا اینا جرم نمیشه؟ مملکت داری کار سختیه، درسته، ولی بعضی از کاراش یه آدم ساده هم میتونه بفهمه که الان این مشکل چجوری حل بشه و حل شدنیه. نمیخوان، چون راه دزدی براشون بازه. تا وقتی که این دولت باشه فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره.